سلام، اسم من نگینه. ایران دندونپزشک بودم. سال 1400 از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شدم. 2 سال رفتم تر. همزمان با همسرم مطب زدیم و تقریبا 3 سال تو مطب کوچولومون کار کردیم و الان تقریبا 1 ساله که اومدم کانادا. تو دانشگاه مکگیل دارم مستر دنتال ساینس توی پابلیک هلت میخونم. و توی این ویدیو همونجور که احتمالاً از تایتل و تامنیل حد زدین، میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که آیا خوندن مستر بعد از دندونپزشکی ارزشش رو داره یا نه. خب این سوالی بود که من خودم موقعی که میخواستم اپلای کنم برای مستر برام وجود داشت. با آدمای مختلف صحبت میکردم. یه سری هم گفتن آره ارزشش رو داره، حتما برو، و یه سری هم گفتن نه، وقتتو تلف نکن، انرژیتو تلف نکن، کارهای بهتری میتونی بکنی. حالا الان من که بالاخره تصمیم گرفتم مستر رو بخونم و تقریبا 1 ماه دیگه میشه 1 سال که مستر رو شروع کردم و 1 سال دیگه دارم هنوز. برای همین حس کردم زمان خوبیه که بیام نظر واقعیمو بگم، در مورد یه سری موضوعات شفاف باهات صحبت کنم که اگر تو هم بهش فکر میکنی شاید بتونه کمک کنه که تصمیم بهتری بگیری. چون اولا که میدونم خیلی از دانشجوهای دندونپزشکی به مهاجرت فکر میکنن، ولی یه سری از مسیرهای مهاجرت خیلی سخت‌تر از قبل شده. اولا آزادسازی مدرک سخت‌تر شده، دوما ویزای تحصیلی سخت شده، از اون ور برای گرفتن PR کانادا مثلا حالا تو رشته ماها شما باید یه سابقه کاری داشته باشی. برای همین تو دوران دانشجویی وقتی بهش فکر میکنی خیلی به نظر مسیر سخت و نشدنی میاد، ولی خب واقعیت اینطوری نیست. هرچی پیش میری جلوتر میبینی که نه، آخرش هم رفتی و شد و میشه. منتها دوست دارم یه سری چیزا رو در مورد مستر بهت بگم. حالا بعضیش در مورد PhD هم صحبت میکنه، ولی بیشتر من در مورد مستر میخوام صحبت کنم. خب اولین چیزی که خودم توی این مدت 1 ساله به چشم اومد تو دانشگاه و خیلی دوست داشتم بهتون بگم این بود که برخلاف تصور خیلیامون که فکر میکنیم مستر فقط میری و ریسرچ میکنی، اینجوری نیست. اولا که ریسرچ یه بخشیشه و کسی نمیاد اینجا قدم به قدم 0 تا 100 مثلا ریسرچ بهت یاد بده. پس در مورد بخش ریسرچش خیلی همه چی بستگی به خودت داره که چقدر علاقه داشته باشی یاد بگیری. اگر ریسرچت از قبل قوی بوده باشه اینجا فرصت‌های بیشتری برات هست، کارهای بزرگتری میتونی بکنی. اگر باز کم بلد باشی باز اینجا فرصت اینو داری که بیشتر یاد بگیری، ولی بازم کسی نیست که بیاد پوشت کنه، بهت فشار بیاره. و در کل کورسایی هم که میگذرونی کسی اذیتت نمیکنه که مثلا امتحان سخت بگیرن یا سر کلاس بخوان تحت فشارت قرار بدن. یه جورایی آسون میگیرن که همه بتونن پاس کنن و فارغ التحصیل بشن، ولی خودتی که تعیین میکنی تو چه زمینه‌ای بیشتر وقت بذاری، یاد بگیری و حالا رزومت رو قوی تر کنی. حتی اگه مثلا پروژه ریسرچت حالا استادی که پیدا کردی شاید یه فیلدی باشه که خیلی دوست نداری، میتونی اونو ادامه بدی، منتها در کنارش میتونی یه سری کورسا برداری که متناسب با علاقه خودته. و خیلی جالب بود برای من کلا وقتی وارد مستر میشی، حالا PhD هم همینه ها، ولی من بیشتر مستر رو دارم میگم به خاطر اینکه خودم توشم. کلا حس میکنی وارد یه محیطی شدی، یه فضایی شدی که همه چی بی انتهاه. هر چقدر میخونی حس میکنی بلد نیستی، کمه، باید بیشتر یاد بگیری، ولی در عوض شرایط برای یادگیری خیلی وجود داره. هر چقدر بخوای میتونی کورس اضافه تر برداری، پروگرام‌های اضافه تر، فعالیت‌های اضافه تر، میتونی با آدمای شناخته شده فیلد خودت کانکشن بزنی، میتونی فعالیت‌های اکسترا بکنی که هم برای در واقع رشد خودت خوبه، اعتماد به نفست میره بالاتر، راحت‌تر میتونی با آدما مخصوصا توی زبان جدید ارتباط بگیری و هم رزومت رو قوی میکنه. حالا برای بچه‌هایی که بیشتر دوست دارن بیان اینجا و وارد پروگرام‌های ادوانس دندونپزشکی بشن، خیلی خیلی به رزومشون کمک میکنه. حالا بحث CV و رزومه که شد، دوست داشتم اینم اضافه کنم برای بچه‌هایی که میخوان بیان آمریکا و کانادا بعد دوره‌های ادوانس اپلای کنن، دوره‌های تخصصی اپلای کنن. مخصوصا برای دوره‌های تخصصی خیلی رزومه قوی باید باشه و خیلی رقابت توش سخته. خیلی از کسایی که اپلای میکنن برای دوره‌های تخصصی یا رزومه ریسرچ قوی دارن یا مستر و PhD داشتن یا حتی قبلا متخصص بودن. در نتیجه مستقیم بخوای از عمومی بری برای تخصص اپلای کنی بدون اینکه رزومه ریسرچ خاصی داشته باشی،
خیلی سخته و خیلی شانست پایینه، ولی با مثلا یه مستر خیلی شانست میره بالاتر. از طرفی یه سری تخصص ها هستن توی آمریکا که همزمان مستر و تخصص رو با هم میگذرونی و تو اگه مثلا یه مستر از دانشگاه های کانادا داشته باشی، بعد برای اون تخصص اپلای کنی، مسترشو برات ویدرا میکنن و تو فقط تخصصشو میری. در نتیجه آپشن های بیشتری داری برای اپلای و من اینو یکی از دوستام چون این مسیر رو رفته بود متوجه شدم، قبلا نمیدونستم. در کل همونجور که گفتم بعد از ورود به مستر احساس میکنی خیلی درهای جدیدی برات باز میشه که من خودم به شخص خیلی دوست داشتم. ببخشید من یکم صدام گرفته، طبق معمول نمیدونم هر وقت که من میخوام ویدیو بگیرم این گلوی من همراهی نمیکنه و متاسفانه دیروزم اینجا برف شدیده، هوا سرد شده و دوباره این گلوی من قلقلک میده. خلاصه داشتم اینو میگفتم، فرصت خیلی زیاده تو مستر، خیلی بسته به این داره که به چی علاقه داشته باشی، میتونی بری دنبال علاقت کاملا. و بازیگه نکته مثبتی که من خیلی دوست داشتم، کسی نه مسخرت میکنه نه تو ذوقت میزنه، به هر چیزی که علاقه داشته باشی، نمیگم همه ولی حداقل 2-3 نفر پیدا میکنی که به اون فیلد علاقه دارن، اونا هم علاقه مشابهی دارن، با هم میتونید روی پروژه های مشترک کار کنید. چیزی که من خودم توی حالا دوران عمومی دندونپزشکیم خیلی تجربه نکردم. من حالا توی ویدیویی کامل توضیح دادم چه اتفاقاتی افتاد و چه دورانی بود دوران عمومی دندونپزشکیم، اگه دوست داشتین حتما نگاه کنید. ولی چیزی که من اینجا دیدم فرق میکرد. مثلا تو ایران من پیش خیلی از استادا که میرفتم و بهشون گفتم به این فیلد علاقه دارم، این کار میخوام بکنم، یه جورایی میزنن تو ذوقت، نه نمیتونی، نه خیلی سخته، ما تهیش رو رفتیم دیدیم چه خبری نیستش و فلان و تمرکزتو بذار روی کار عملی و کار بالینی و اینجور چیزا. ولی خب تو مستر و پی‌اچ‌دی اینجوری نیست، چون آدما کلا یه تیپ شخصیتی دیگه هن. اتفاقا آدما بیشتر تو رو تشویق میکنن که وارد ریسرچ بشی، بیشتر بخونی، بیشتر بنویسی و فرق میکنه فازشون. برای همین بیشتر بهت انگیزه میدن. من اینو حس کردم. حالا یه مثالی که دوست داشتم اینجا براتون بزنم در مورد ترم اولمه. اولی که شروع کرده بودم یه کورسی داشتیم، ما بعد آخر ترم میرفتیم در مورد یکی از پروژه هامون ارائه میدادیم، میرفتیم همه متد و کارهایی که توی اون ریسرچ انجام دادیم ریزالتشو همه رو ارائه میدادیم، مثل یک ارائه علمی. منتها من خیلی برای این کورس استرس داشتم، یک به خاطر اینکه اولین بارم بود و دومیش هم به خاطر اینکه بچه‌هایی که تو اون کلاس بودن همشون پی اچ دی بودن، از لبای خیلی خوب بودن، از بک‌گراندهای خیلی خوب بودن و من حس می‌کردم من در مقابل اونها هیچ کاری نکردم، هیچ ریسرچ خاصی نکردم. برای همین استرس خیلی داشتم و رسید به روز ارائه، من تصمیم گرفتم که گوشی رو بذارم از خودم ویدیو بگیرم. دوست داشتم مثلا داشته باشم به عنوان اولین بار یه حالت یادگاری داشته باشم و بعدا نگاه کنم حالا شاید به دردم بخوره. بعد رفتم به استاد گفتم، چون کار روتینی نیست، هم هیچ کس این کارو نمیکنه، باید اجازه میگرفتم. بعد آخر سر که ارائه‌ام تموم شد اصلا باورم نمیشد، استاد هم از ریسرچ هم خیلی خوشش اومده بود و کلی تشویق کرد اون به کنار و چقدر تشویق میکرد که آفرین دمت گرم، اومدی دوربین گذاشتی، از خودت ویدیو گرفتی. من که مثلا این همه سال استادم و تدریس میکنم جرئت نمیکنم از خودم ویدیو بگیرم، چه کار خفنی، چقدر ایده باحالی. خلاصه یه ذره هم جو میداد و قلوف میکرد، ولی در نهایت خب برای من خیلی حس خوبی داشت دیگه، خیلی انرژی گرفتم، خیلی انگیزه گرفتم. و این حالا اولین بار بود، اولین دفعه بود که من خیلی تشویق شدم، ولی بعدش هم خیلی برام پیش اومد تو کارهای مختلف من شرکت میکردم و هر دفعه مثلا فیدبک های مثبت میدادم. یعنی وقتی یه کاریو خوب انجام میدی سریع بهت میگن، در حالی که تو ایران هر چقدر تلاش میکردی که خوب باشی هیچ کس برات نمی آورد، تازه تو ذوقت هم میزدن. این از این که برای من خیلی ارزشمند بود. و در کل یه چیزی که دوست داشتم یادآوری کنم این بود که فکر نکنید حالا توی مستر قراره صرف تا صد ریسرچ رو یاد بگیرین، یه نفر مثلا 24 ساعت بالا سرت باشه بگه اینجاشو اینجوری کن اینجاشو اینجوری کن، اینطوری نیست.
اگه با این دید میخوای بیای مستر که اشتباهه. خب خیلی دوره‌های آنلاین هست میتونی بری شرکت کنی و ریسرچ کردن یاد بگیری که خودت تنهایی ریسرچ کنی، ولی بحث اینه که دوست داری تو فضای آکادمیک باشی یا نه، دوست داری با آدمای آکادمیک در ارتباط باشی. اگه به مسیر آکادمیک علاقه داری، اصلا دوست داری استاد بشی که خیلی مسیر خوبیه. اگه باز علاقه نداری و صرفا مثل من دوست داشتم ریسرچ بکنم و تو محیط آکادمیک باشم و تو دوران عمومی این فرصت رو نداشتم، به خاطر اینکه تو دوران عمومی تو نمیتونی هم رو کار بالینی وقت بذاری، هم درساتو بخونی و نمره‌های خوب تو امتحانا بیاری، هم ریسرچ خیلی خوب انجام بدی، هم به کارهای شخصیت برسی، تفریحت برسی. یکم غیر واقعیه این انتظار. حالا شاید یه استثناهایی باشن، بعضیا بتونن، من به شخصه نتونستم و توی دوران عمومی من بیشتر تمرکزم رو کار بالینی بود. ولی بعداً یواش یواش آخرای دوران عمومی حس کردم که ریسرچ دوست دارم و از اون ور به مسیر مهاجرت علاقه داشتم. سعی کردم رزومه‌مو قوی کنم و گفتم خب اوکی، تا اینجا من رو کار بالینی تمرکز کردم، به یه حدی خودم رو رسوندم، الان دوست دارم یه چند سالی برم تو فیلد ریسرچ. دوباره برمیگردم به کار بالینی. این دوتا هیچ تناقضی با هم ندارن. نمیدونم چرا تو ایران یه سریا فکر میکنن که یا تو باید ریسرچر خیلی خوب بشی یا باید تو کار بالینی خیلی خوب بشی، مثلا این دوتا با هم تناقض دارن. البته بازم میگم هستن تو ایران خودمونم که آدمای موفقی که تو جفتش هم موفقن، ولی یه سری ابهاماتی وجود داره، یه سری نظرات ضد و نقیضی وجود داره. من دوست داشتم حالا به عنوان کسی که 1 ساله دارم مستر میخونم تو اینجا نظر خودمون بگم. ممکنه بعضیا مخالف باشن، اگه تو هم مخالفی بیا تو کامنت ها بگو، بقیه بیان بخونن استفاده کنن. باز اگر که تو هر قسمتیش برات سوال پیش اومد میتونید تو کامنت ها برام بنویسید. و یه موضوع دیگه که میخوام خیلی ازت خواهش کنم، اگه میتونید تو کامنت ها برام بنویس، دوست دارید که در مورد این مسیر مستر و پی اچ دی با آدمای مختلف صحبت کنیم، مصاحبه داشته باشیم. من میتونم با کسایی که توی کانادا و آمریکا یا حتی کشورهای اروپایی این مسیر رو رفتن ویدیوهایی درست کنم، حالا گفتگو داشته باشیم. فقط برام مهمه که بدونم که آیا علاقه دارین یا نه، به دردتون میخوره یا نه. خلاصه برای من خیلی مهمه فیدبکتون. خواهش میکنم اگر که از این ویدیو خوشتون اومد، به دردتون خورد، فیدبک بدین. در ضمن تو ویدیو بعدی قراره با یکی از بچه‌هایی که اینجا مستر خونده و همزمان مسیر معادل سازی دندانپزشکی هم رفته، الان لایسنسش هم گرفته، با هم بشینیم صحبت کنیم در مورد این مسیر، کارهایی که انجام داده، کارهایی که انجام نداده، سختیاش، چالشاش. میخوایم که گفتگو داشته باشیم. در نتیجه اگه علاقه داری حتما سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کن که ویدیو رو تا گذاشتم ببینیم. در کل اگه این ویدیو برات مفید بوده ممنون میشم لایک کنی، برای دوستات بفرستی، چون اینا خیلی به من انرژی میده که بتونم ویدیوهای بهتری درست کنم. و همین، مراقب خودت باش. تو ویدیوهای بعدی میبینمت. خدافظ.